نائبان امام زمان خیالی و تناقض در مصادر شیعه. در اصول کافی روایت داره در هر زمانی 30 نفر با امام زمان علیه السلام ارتباط دارن، از طرف امام مأموریت دارن، رسیدگی میکنن به امور انسانها. بعد از اینکه امام زمان خیالی روافض که در اصل وجود خارجی نداشته و ندارد و به غیبت کبرا رفته و آخوندهای رافضی را دچار تناقض‌گویی نموده است، چنان که مشاهده نمودید که این آخوند از اصول کافی روایت نقل کرد که در هر زمان 30 نفر با امام زمان ارتباط داشته از طرف او مأموریت دارند. اما مجلسی و سایر علمای شیعه نوشتند که توقیع از طرف امام غایب یا همیشه غایب به سوی ابوالحسن سمری، آخرین نایب قبل از غیبت کبرا، صادر شد که ای علی بن محمد سمری، بشنو، خدا اجر برادرانت را درباره تو بزرگ گرداند، زیرا که تو تا 6 روز دیگر میمیری. پس امر خود را جمع کن و به احدی وصیت مکن که قائم مقام تو پس از وفات تو گردد، زیرا غیبت تامه واقع شد و دیگر نائبی ندارم. پس ظهوری نیست مگر پس از اذان خدای تعالی، و این بعد از طول مدتی است که دلها قسی گردد و زمین پر از ستم شود و خواهد شد که بعضی از شیعه مدعی مشاهده گردد و آگاه باش که هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه مدعی مشاهده ما گردد او کذاب و افترا زده است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مراجعه شود به فرق و شیعه نوبختی صفحه 95 و 96، بهارالانوار مجلسی جلد 51 صفحه 362. باید توجه کرد با این توقیع که همه علمای شیعه قبول دارند دیگر این باب در ذکر کسانی که در غیبت کبرا مدعی رؤیت شده اند معنا ندارد. طبق این توقیع هر کس مدعی رؤیت صاحب الزمان باشد کذاب و مفتری است. پس معلوم می شود که این آخوند و کلینی کاذب و مفتری اند. بیننده گرامی، چند نکته را باید بدانید. اول، شخصی به نام محمد ابن الحسن عسکری وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت. دوم، وجود این شخصی که در نزد شیعه مرد سرنوشت ساز برای تمام بشریت است، نه از کتاب و نه از سنت ثابت نمی شود و در عین حال با عقل سلیم نیز در تضاد است. سوم، روایات مربوط به مهدی و نواب او دارای آثار جعل و خرافات فراوانی هستند و رد پای غلات در آنها به خوبی نمایان است. ولی چه باید کرد که عوام ساده این مسائل را نمیفهمند و تنها مطیع چشم و گوش بسته آخوندها شده اند تا هر روز با داستانی جدید سرگرمشان کنند و همه را در انتظار ظهور نگه دارند.